همه دزدی‌ها یه جور مجازات ندارن، مخصوصا اگر در شب اتفاق بیفته. ماده 654 قانون مجازات اسلامی میگه اگه سرقت شبانه باشه و 2 نفر یا بیشتر باشن و حتی یکیشون سلاح داشته باشه، مجازاتشون خیلی سنگین‌تر میشه، یعنی 3 تا 15 سال حبس به علاوه شلاق. علتش هم روشنه، چون شب و دست جمعی بودن امنیت مردم رو خیلی بیشتر تهدید میکنه. برای مثال فرض کن 2 نفر شبانه وارد مغازه‌ای بشن، یکی از اونها چاقو داشته باشه، حتی اگه چیزی ندزدیده باشن یا خسارت هم کم باشه، باز هم مشمول این ماده میشن. پس بدون شب و دست جمعی دزدی کردن یعنی مجازات خیلی سنگین تر.